خب بریم اولین خونه رو با هم دیگه ببینیم. توی شهرک غرب، قیمتش 185 میلیارد، بیشتر 4 خواب داره، 700 متره. توضیحات خاصی ننوشته توی آگهی که میشه تقریبا 3,700,000 دلار. بریم ببینیم این خونه ارزشش رو داره یا نه. روف گاردنش که حالا طراحیش آنچنانی نبود، زمین بولینگ داره، تراسش اینم داخل خود خونه، به نظر قشنگ میاد. خب چیز خاصی فعلا ندیدم جز این عکسش که نمیدونم برای خودش یا نه. شما بگید ببینید این خونه 185 میلیارد میارزه یا نه. خب بریم سراغ خونه بعدی. گلستان شمالی زعفرانیه. اطلاعاتشو بخونیم. 583 متر، بیشتر 4 خواب، 197 میلیارد. طبقه 7. توضیحاتش کلا تک واحدیه، 7 تا پارکینگ داره، 5 تا خواب داره که 5 تاشون هم مسترن، انباری داره، تراس داره 35 متر، لابی سرایداری، سالن جیم و اجتماعات، استخسان و جکوزی داره، مشاط بسیار تمیز و دیگه حالا فلان تفکیکی و ایناش دیگه مهم نیست. بریم عکساشو ببینیم چجوریه این واحد، ببینیم 197 میلیارد میارزه یا نه. اگه عکسای خودش باشه که به نظرم خیلی خوشگله. خونهایی که به نظر میتونن فضاشو تفکیک کنن عالیه. روف گاردنش معمولیه، سرویساش از سنگا و متریالی که استفاده کرده به نظرم متریالی خوب و شیکیه. تراسش که زده بود یه تراس 35 متری داره. کف خونه بامزه است، من کفش دوست دارم. سرویس بهداشتیش که فقط یه روشویی داره و تمام. 197 میلیارد. خب بریم سراغ مورد سوم. 600 متر، شهرک غرب، 175 میلیارد. بریم ببینیم. توضیح خاصی اصلا ننوشته، فقط نوشته تو شهرک غرب ایران زمین. بریم عکساشو ببینیم. اگر واقعا عکسای خودش باشه به نظرم خوشگله. البته چیدمان و سلیقه انتخاب حالا مبلمان و اینا هم تاثیر داره ها، ولی در کل خود خونه هم که روی دیواراش و اینا آینه کاری شده و گچ کاری شده شیکه. البته وسایلش تاثیرش بیشتره. هارمونی رنگارم رعایت کرده، بد نبود. بریم گزینه بعدی. خب 590 متر، 162 میلیارد، شهرک غرب، بیشتر از 4 خواب داره. توضیحاتش دوبلکس، سیمایری، اینا که دیگه توضیحات خاصی ننوشته. بریم عکساشو ببینیم. خب این ورودیه. چقدر عکس‌ها رو بد میگیرن. سرویسش دیواره سرویسش پارچه کار شده، چه بامزه. نمیدونم به اینو متریال چی میگن. سقفش هم کلا نقاشی شده، رو دیوارش هم خیلی جالبه. حالا نمیدونم اینا نقاشیه با دسته یا حالا چیز دیگه، ولی بامزه است، جالبه. همین چند تا عکسو داشت. خب بریم گزینه بعدی. 550 متریه، 185 میلیارد، توی نیاوران. بریم توضیحاتشو بخونیم ببینیم جزئیات چی نوشته که 185 میلیارد. تریپلکس نوسازه، ویلا تماما هوشمنده، 6 تا خواب مستر داره، 3 تا آشپزخونه، 3 تا تراس. او چقدر زیاد. مشاط حالا استخدام جکوزی، آسانسور فلاند، کف سنگ اسلب مرمر، کابینت، ویو رو به باغ. او آشپزخونه صنعتی 40 متر جدا داره، 8 تا پارکینگ داره. وای چقدر امکانات داره. آمفی‌تئاتر، سیستم صوتی، شیشه ها ضد گلوله. واقعا واقعیه یا کیک این؟ بریم عکساشو ببینیم چجوری این ویلا 550 متری که 185 میلیاردم هست. خب عکساشو ببینیم. یکی از آشپزخونه هاشه، پذیرایی حالا یا نشیمنشه. خوشگله به نظر. سرویساش متریال خوبی استفاده کرده.
این نمیدونم کدوم قسمتشه. سرویسش 2 تا روشویی داره، برای من خیلی مهمه، توجه میکنم. خب عکسش هم نبود، عکس کمی داشت. بریم گزینه بعدی ببینیم چیه. اینم 550 متر، 185 میلیارد، شهرک غرب، بیشتر 4 خواب داره، متر 294 میلیارد. بریم توضیحاتش ببینیم چی داره. چیزی ننوشته، فقط نوشته دوبلکس، 3 طبقه دوبلکس، 2 تا سویت جداگانه 10 متری، سند تک برگ و اطلاعات دیگه. بریم ببینیم عکس و فیلمش چیه که 185 میلیارد. خوبه فیلم گذاشتن ولی چقدر کیفیتش پایینه. یه استخر بیرون داره. بریم ببینیم دیگه چه امکاناتی داره. حیاتش که به دل میشینه. اینم خونه که حالا پله از این گوشه میخوره. تفکیک فضا داره ولی حالا نمیدونم این شاید بی کیفیته، زیاد توش مدرن و چیز نیست، مثلا کارهای خفن کرده باشن نیست، ولی بدی هم نیست. اتاق خواباش که ویو خوشگلی داره. خب عکساش این موقع با کیفیت. چقدر آشپزخونهش کابینتش قدیمی و بد بود. عکساش کیفیتش بهتره، آشپزخونهش 0 به نظرم. حالا جای دیگهش قابل تحمله، خوبه به نظرم. البته فکرم 2 تا آشپزخونه داره. اینم خوابش و ورودی و سرویس ها و اینا و تمام. معلومه یه مقدار قدیمیه. خب اینم از پایان این ویدیو، این خونه های حدوداً 200 میلیاردی. حالا به من بگین اگر شما بودین و 200 میلیارد داشتین کدوم از این 6 تا خونه رو میخریدین؟ حتما برام نظرتون رو کامنت کنین.